دوستان عزیزم سلام، به کانال حکایت ملل خوش اومدین. امروز قرار داستان بزرگمهر و خزانه‌دار انوشیروان رو براتون بازگو کنیم. امیدوارم که شنیدن اون نهایت لذت رو ببرید. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. در زمان قدیم انوشیروان عادل یه وزیری داشت. اون وزیر اسمش بزرگمهر بود. وزیری هم بود که لنگه نداشت، چه از سیاستش، چه از مملکت نگهداری و چه از عقلش. این وزیر دارای 10 اولاد بود، 5 تا پسر، 5 تا دختر. یه روزی دختر کوچیک این که خیلی عزیز کرده بود در بازار یه گل الماسی دید، خواست بخره. اومد پیش پدرش که من این گل الماس رو دیدم، عاشقش شدم، پول بده به من که اینو بخرم. پدرش در جواب گفت ای فرزند، پول من کفاف به این خرجا نمیده. دخترک گفت تو وزیر انوشیروان عادلی، عقل انوشیروانی، پیشکارشم هستی، همه چیز انوشیروان تویی، اون وقت یه گل الماس و پول نداری برای من بخری؟ محمد قلی خان سرتیپ برای دخترش از این بزرگتر خریده، اون وقت من دختر بزرگمهر هستم، بعد تو پول نداری برای من بخری؟ پدر جون، من اینها رو نمیفهمم، اگه تا 3 روز دیگه برای من نخری من خودم رو میکشم. بزرگمهر ناچار شد و گفت من میرم به انوشیروان میگم. فردا رفت پهلوی انوشیروان. انوشیروان ازش پرسید امروز چته؟ چرا پکری؟ خلقت تو همه؟ اتفاقی چیزی تو مملکت افتاده؟ وزیر گفت خیر، در مملکت اتفاق نیفتاده. انوشیروان دوباره پرسید پس چرا همچین اوقات تلخه؟ وزیر جواب داد از من که تاکنون دروغ نشنیدید. انوشیروان گفت نه. وزیر گفت خدا به من 10 اولاد داده، 5 تا پسر، 5 تا دختر. این دختر کوچیک آخری شیرین زبونه، من خیلی دوستش دارم. پریروز رفته بازار یه گل الماس دیده، اومده گریبان منو گرفته که بیا برای من بخر. به اون جواب دادم که فرزند، من که دزدی نمیتونم بکنم، این حقوقی که میگیرم عیالوارم دیگه، برای گل الماس ندارم بدم و این هم بچه است، میگه اگه نگیری گلو من خودمو میکشم. برای اینه که یه خورده خلقم تنگه. اگر شما به من یه کمکی کنی که من بتونم جواب بچه‌هامو بدم خیلی خوب میشه. انوشیروان گفت اهمیت نداره، باشه. سپس خزانه‌دار رو صدا کرد و به خزانه‌دار گفت بزرگمهر در عرض ما هر چقدر پول خواست بهش بده. خزانه‌دار گفت بسیار خوب. بزرگمهر رفت و خزانه‌دار دوباره آمد و به خاک افتاد. انوشیروان گفت چه میگی؟ خزانه‌دار گفت آمدم کردار این شخص رو به شما بفهمونم. تمام مالیات در دست اینه، هستی و نیستی سلطان در دست اینه، عقل سلطان در دست اینه، مکیدن خون رعیت هم در دست اینه. ببین چقدر خودشو میخواد به شما پاک و طاهر قلمداد کنه که میگه من پول گل الماس ندارم، شما به من مدد معاش بدید که شما منو بخواید و بگید بزرگمهر در عرض ما هر چه میخواید بهش بدید. انوشیروان رفت در فکر و گفت خب اجالتا اگه اومد پول خواست نده تا من بهت خبر بدم. اومد یه فکری کرد با خودش و گفت سلطانم باید یه جزئی عقل داشته باشه دیگه، دوستو بشناسه، دشمنم بشناسه، راستگو رو بشناسه، دروغگو رو هم بشناسه. انوشیروان در زمان سلطنتش یه زنجیر به در بارگاه نصب کرده بود که اگر رعیت عرضی داره بیاد دست بزنه به اون زنجیر تو اتاق خواب انوشیروان زنگ بزنه، انوشیروانم بیاد کار رعیت رو برسه. با خودش فکر کرد ممکنه که نگهبانان نذارن کسی پای زنجیر بیاد. فردا بزرگمهر خواست و گفت امروز میدی جار بزنم برای فردا من عام بشینم، رعیت من از پسر 7 ساله تا مرد 70 ساله هر که میخواد بیاد. تمام اهل شهرم خوشحال شدن، گفتن بسیار خوب. همه رفتن، حتی بعضی از زنها برای تماشا رفتن. انوشیروان بزرگمهر رو فرستاد پی نخود سیاه که اونجا نباشه. در حضور اون وقت صداشو بلند کرد و گفت وزرای مملکت، رؤسای ادارات،
هر کدوم از وزیر من بزرگمه گله دارید بدون واهمه بگید. بعد صداشو بلند کرد و گفت رعیتی که اینجا ایستادی، از کوچیک و بزرگ از هر اداره شکایتی دارید بیاید جلو و بگید بدون واهمه. صدا از احدی در نیومد. دفعه سومی غضبناک شد و گفت همه مردین؟ یکیتون از وزیر من، از اداره من شکایتی ندارین؟ یه مرتبه از مردم صدا بلند شد هزاران سال روز به روز سلطنت انوشیروان پاینده باد با وزیرش بزرگمه. ما هیچ گونه شکایتی نداریم. میون اینها یه پیرمردی بلند شد و گفت سلطان به سلامت باشه. من پیرمردی هستم، از کار افتادم. یه نفر هست تو این شهر روزی یه مرتبه میاد آذوقه منو به من میده و میره. امروز 2 روزی میشه که نیومده. من این شکایت رو از اون آدم دارم. انوشیروان گفت نگاه کن تو این جمعیت ببین هستش؟ پیرمرد جواب داد قبله عالم، نگاه کردم، اگه بود یقشو میگرفتم که چرا نیومدی؟ انوشیروان فرستاد پی بزرگمه. تا با پیرمرد گفتگو میکرد بزرگمه رسید. پیرمرد پرید بغل بزرگمه رو گفت قربانت برم، اون شخص اینه. تو کجا بودی این 2 روز؟ تو اگر نباشی من از گرسنگی میمیرم. سلطان خزانه‌دار رو خواست و گفت حرامزاده بخیل، یه نفر تو این جمعیت میخواست از دست این شکایت کنه. از وزرا و رؤسای ادارات تا یه رعیت هیچ کس از این شکایت نکرد. وزیری که نگذاره یک نفر در مملکت پیش شما نهار گرسنه بخوابه، تو همچی وزیری رو میخواستی از من سوا کنی؟ پس مثل تو آدم بخیلی برای خزانه داری من فایده نداره. اون وقت رو کرد به بزرگمهر و گفت خرج این 2 روز پیرمرد رو چرا ندادی؟ بزرگمهر جواب داد انوشیروان به سلامت باشه. من میدونستم این مرد خزانه دار برای من مایه میگیره. من این 2 روز خرج اینو ندادم مخصوصا که بدونی مملکت تو رو من چجور اداره میکنم. نه اینجا، هر جای کره که زیر نگین توست همه همینجورن. دوستان عزیزم خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. خوشحال میشم که با لایک و نظرات قشنگتون ما رو حمایت کنید. راستی یادتون نره که ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. خدا نگهدار.